توحید بانک و ایمان بانک ها ناموی شریعت گرفتیان. توحید الله تعالی رو یگانه مزاربه پرست. یا بله ایمان دوستو. این بزرگترین عمل، ایمان آوردن به الله تعالی. نعوذ بالله یا زمانه می شود که عرق را نامش را دیگر چیز گفته می خورند. گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم. این هم همین خیلی است. لیکن به هر حال برادر عزیز، طریقه حلالش این است که فرض کردیم برای شما یک تراکتور لازم است برای خواجگی دهقانتان. مثال شما به یک تراکتور نیاز دارید. تراکتور $20,000 مثلا. صاحب تراکتور گفتید که چند پول؟ گفت 20,000. گفتید که من همینه در مدت 24 ماه میدهم. هر ماه کم کم میدهم. هر ماه $1,000 میدهم. $20,000 نیو $24,000 میدهم. گفتید این عقد اجازت است. یعنی عیناً همین وظیفه صاحب فروشنده تراکتور نکند و لیکن بانک اگر همونه برای شما خریده دید یا غیری بانک یگان آدمی تاجر به $20,000 پولی نقد همون تراکتور خرید و به شما $24,000 بفروشد، به شرطی که یعنی قسط میدهید، یعنی تقسیم کرده در مدت 24 ماه یا در مدت 12 ماه $2,000 میدهید. این حلال است. اگر همین طریق باشد حلال است. به هر حال در کدام ناحیه‌ای که باشید یگان آدم علمداری امانت نگهدار باشد، شرطنامه به نزدش برید یا مراتبه از پیشش گذارید رو به رو.